اگر گودی کمر دارین یا کمر درد دارین یا نشستن و پا شدن براتون ایجاد کمر درد میکنه، این یکی از نشونه های اینه که عضله های کورتون که شاملش عضله شکم و لور بکمون میشه هنوز قوی نیستن و حتما باید تقویتش. تمرین های امروز به شما یاد میده که چطور عضله های کورمون رو تقویت کنیم و ازتون میخوام که 5 بار در هفته یا 4 بار در هفته انجامشون بدین. با من همراه باشید. تو این حرکت همزمان که پاهاتون رو بیاریم پایین، باسنتون هم بیاریم پایین. وقتی رفتیم بالا شکم و باسنتون سفت و منقبض باشه. پاهاتون رو فقط تا زانوی اون یکی پا ببریم بالا و بیشتر نه. خیلی مهمه که دستاتون کامل زیر شونه باشه و جلوتر نیاد و کامل مثل میز هستین. زانوهاتون رو فقط 1 اینچ از زمین بلند میکنین. باسنتون رو نمیدین بالا و کاملا کمرتون صاف درست مثل میز و همونجا تا جایی که میتونین نگه میدارین. گردنتون کاملا راستای بدنتون و صافه و به عقب نمیدینش. اگه براتون مشکل نبود میتونین یه کوچولو مثل من از زمین بلندش کنین ولی همچنان صافه و اگر فشار بهتون میومد میتونین روی زمین قرارش بدین. حرکت پلاین برای تقویت عضله کور فوق‌العاده است و به کمر درد خیلی کمک میکنه. اگه براتون مشکله میتونین زانوهاتون رو به این شکل بذارین زمین.